امینداریا گشتیا انجمن اجتماعی کردی ل سوریه روزا 18 آذر 2020 دا خوانیک دبیر آنینا دوامینیا سال وگرا کنترل کردن عفرینیش عالیه ترکیه و بلاف کرد. دا خوانیا انکسی ده هاتیه. ده 18 آذر ده 2 سال سر دربازبون و کنترل کردن ترکیه جدور عفرینی را درباز دبن. کود انجام ده همی باجارو کود ناف ده باجار عفرینی باجار کردی باجار زیتون و آشتیه کنترل کردن. و جوی دمی و زارن عفرینی مالوزوی نوی راستی بن پیکرین کاراساتی و توانان تینه. کو به دست اندامن هن گروپین چکدار کو به ترکیه را دربازی دوری بون تینه انجام دانه. و او یک جالی ریخستن نتوین یک گرتی و ین مروواهی و ین مافدار و پیوندیدار و هاتنه بلگه کرنه. انا کسی دا خوانی خود دیار کرو گوت تفلی شرمزار کرنا برفره جوان تاوان را هنجی ایش و آزارین خودان عفرینی زیده دبن. بن پیکرن در ما فیوان ده جرواندن و فشاران و دا خوزا فدیه و پریان لبرانبری سربس بردان آوان و کشتن و شوطاندن آزوین زیتونان و تکبرن آوان ارمانج کرنا دورن شونواران و هر تشتگی گریدای روشنبیر و دیروکا کردی و ریگری لوگرا کردین کجبر در بازبونا ترکیه در بدربونه بردوامه. و هنجی در بدنان جدورن دنین سوریه تینن باجارو کو گندن عفرینه وان بجی دکن. و کو هولکی جگوهرتنا دمغرافیا عفرینه را کو هبونا کردی لدور آرمانج دکن. انجمن اجتماعی کردی ل سوریه داخوانی خود گوت کو اوان بن فکرنان کو د بدنگی کاناف دولتی د تنه انجام دان شرمزار دکن او دا خوازه جوا کاناف دولتی و ترکیه و رخصتن مروواهی و مافدار و ین دست نتوینیا گرتی ده بن پیکرنن بریک خستن کری لعفرین راوستینن وان گروپن چکدار جعفرین درخینن و بریوبریا عفرین رادستی عفرینیان بکن جبر کو او خدانی وی رسنن. هروها بانگ لائتلافان اجتماعی سوری کر لزید بجی کرنا ریکفتنا نابر آوان ده درباری کار لسر راوستاندنا بن پیکرنان و دوباره فگراندنا در بدران بو مالین وان بکن. انجمن اجتماعی کردی ل سوریه داویا داخوانی خود داخواز جوالات سپانسریا پروسه سیاسی ل سوریه دکن کر کو پیوست لزید اکتیف کرنا و د جبودیتنا چارستریه که گشتی ج کریزا سوریه ره و گارانتیا آوا کرنا سوریه کا دموکرات پر نتو یا گرتی بکن کو دستور و گارانتیا ماف سرکه و نتوی گل کرد و همه پیکاته نتوی یندن ل سوریه بکه و عفرین جارکادن و گرا عفرینه کا آزاد و اوله و آرام ج خلک وره.